سلام علیکم مردم غریب تاجیک. نام من ایوب. امیدوارم خوب هستید. خبر خوشی دارم. برای من خبر خوشی نیست، برای که من خودم پدر هستم، صاحب دو دخترچه هستم. محمد اقبال دخترش 2 هفته در خونه قرار گرفته، لزبیان کامله. خدا بدت کنه ایده محمد اقبال. مثلا چندین بار گفتم زنی تاجیک چخه نشه. پس نزن محمد اقبال. او بولشو میگیرتم. ای حیوان. نکیتا مادرای مورا 65 سال زیاد هستن، صاحب نواسه هستن. خانچقشون گفته بیا حقیقت گپ زنیم. خانچقشون گفته سی دیگه گپاشون گفته سی. مثلا چند بار گفتم حیوان. ای بابدون ای سوسکا. نکیتا خب نکردی. ترا خدوزا حرامزاده. خدای ده بدت کنه محمد اقبال. هفته گذشته ما ویدیو نکردم، برای که ما مرد هستم. چند ویدیو نگفتم که محمد اقبال پس لید نیراست. نام زنی تاجیک حرامزاده در دهن دم میگیری. این تو شکل ماش دارم. اگر یک باری دیگه زنی تاجیک پس میزنی، چخیل یک کارمند ملیسا آمد خونه در آمد، وزی ایو خونه گریختی رفتی 300 کیلومتر دور رفتی. همیته یک بار پس بزن ما پگاش فیلم میکنم، همش میگم میفرد. وزی محمد اقبال در فرانسیا دختر کفته گشته گیره کده. پیچاسکای محمد اقبال هفته گذشته رنگی فیلیپ کیرکور میگم برادرو. موی سرش سفید کده، ریشه سفید کده. هر هفته میگه سخوف هر خیل کرسکا میکنه سرش خطی ریشاش. اما شکلایی که مرا میگین که تا حضرت صحابه را تری گپ نزد کفیر شدی، اخی چوربانو شما صدقه صحابتون کنه حیوانو توپایو صف پیتوخ میتوخ چوبان مربان دورا مورا پد زبور نه شلا و پراستیتوت کد خطون حضرت گرفته سین. خدای ده بد تون کنه. گروپ های 24 اویلای خدا لعنتی قواتف دخترش مساجیست کشیده رفته. من شما را بگفتی سامتون که باینده زنی تاجیکا ندروره. اینکه شما خب نکردیسین. ما دیگه خب نمیکنم. ایمینه خودم خب نمیکنم دیگه. چی گپی هست؟ میبرم گپ میزنم. بس پس لیدی راست. من جدا دور محمد اقبال. نزدیو. جدا تون دور. ای پیتوشارا. من پس لیدی راست گفتی سامد. دختری که نقش دیگه دختری ترا پدر مادرش کارمند ملیسا بوده، اومده در اومده خونه. خلاص محمد اقبال یک بوریگه پس بزن تماشا کن. من نامی زنی تاجیکا تو حق نداری. فهمیدی؟ تو حق نداری. برای که تو ملت نداری. تو تاجیک نیستی شکل. ترا پدر تاجیک نبود. ترا مادر تاجیک نیسته. یه بار دیگه گفته سامد. یه بار دیگه. چوربان